بعد از اینکه ما اومدیم معادله دما رو توی حلگرمون اعمال کردیم، حالا لازمه که اون رو توی یک کیسی اجرا کنیم و تستش کنیم که ببینیم معادلاتی که اعمال کردیم درست هست یا نه. برای این کار من یه تب جدید باز میکنم و محیط اوپن فرم رو لود میکنم و بعد میام به پوشه ران. از اونجا وارد فیزیک اینکامپرسیبل، حلگر آیکو هیت فوم و کیس کویتی هیت از این مجموعه کیس های حلگر آیکو هیت فوم میشن. اینجا ما در حال حاضر همون کیس آیکو فوم رو داریم که کپیش کردیم اینجا و تغییر خاصی اینجا ندیدیم روش. من ابتدا اول یه نگاهی به هندسه این مسئله میندازیم. مش رو من ایجاد میکنم با دستور بلاک مش، چون ما یه هندسه این مسئله توسط فایل بلاک مش دیکت تعریف شده. با بلاک مشین رو مش رو میسازم و بعد با پاراوی میخوام این کیس رو باز کنم، اما به این شکل بازش میکنم که یک فایل خالی به نام case.foam ایجاد میکنم که پسوند دات فوم داره و این به ما اجازه میده که راحت تر کیس همون رو باز کنیم. پس من یه فایل خالی به نام case.foam ایجاد میکنم و حالا با پاراویو میام case.foam رو به عنوان آرگومنت پیش میدم و توی بک‌گراند بازش میکنم. دیگه لازم نیست که ما پاراویو رو اول باز کنیم و بعد بریم توی سیستم فایل کنترل دیکت رو بخونیم و بعد اوپن فرم ریدر رو انتخاب کنیم. مشکلاتی به این شکل نداره. به همین راحتی میتونیم کیس رو باز کنیم. هندسه مسئله به این شکلی که یه در واقع مسئله دو بعدی هستش که ما توی در راستای زد دیگه حل نمیشه و ما در 3 جهت چپ، راست و پایین شرط مرزی دیوار رو داریم که در واقع جریان سیال اونجا سرعتش 0 و در مرز بالایی سیال حرکت میکنه و یه سرعتی داره روی مرز بالایی. ما میخوایم که برای اضافه کردن معادله دما به این شکل مسئله رو در نظر بگیریم که توی خود دومین ما یه دمایی داشته باشیم، برای مثال 300 کلوین. روی دیوارهای چپ، راست و پایین هم همون دمای 300 رو داشته باشیم، ولی توی دمای بالا ما توی مرز بالا ما دمای برای مثال متفاوتی مثل 350 رو در نظر بگیریم که بخوایم در نهایت این رو حلش کنیم و ببینیم به چه شکل توزیع دما به چه شکل خواهد بود. من پاراوی رو میبندم و کاری که باید انجام بدم اینه که ما اومدیم توی فایل create field اومدیم یک فیلد دما اینجا در واقع اومدیم یه فیلد دما رو ساختیم و یک خاصیت فیزیکی به نام DT. ما باید برای اینها با توجه به اینها یک تغییرات توی کیسمون بدیم. یکی از اینا اینه که ما گفتیم که کیس باید از توی پوشه زمانی خونده بشه از فایل T و هر وقت هم لازم شد توی پوشهای زمانی مختلفی که داریم رایت بشه. بنابراین لازمه که ما یه فایل T داشته باشیم برای دما که توش شرط مرزی و اولیه رو به مسئله بدیم. برای این کار من میام به پوشه 0 و اینجا فایل‌های P و U رو داریم. از اونجایی که P یه خاصیت اسکالره، من میام کپیش میکنم و فایل دما رو از روی فایل فشار میسازم. حالا میام با gedit فایل T رو باز میکنم. چرا رنگش اینطوری شده؟ من دقیقا یادم نیست. خب
این که این فایل هم فشار هستش، بنابراین لازمه که همون فایل فشار هستش، بنابراین لازمه که ما بیایم و هر جا که فشار هست اون رو تغییر بدیم به دما که آبجکت T و اینکه واحدش کیلوگرم. در واقع اگه بخوایم اینجا تصاویر کرسر مشخص نیست کجاست. کالر اسکیم بهتر از این نبود. اینم نشون میده. آره خب این اولی که کیلوگرم بود، دومی متر، سومی ثانیه، چهارمی کلوین، پنجمی مول، آخرش هم فکر کنم آمپر و یکی مونده به آخری آمپر و آخرش کاندلا شدت نور باشه. که اگه این رو در نظر بگیریم اینجا باید این رو به این شکل عوضش کنیم که دما در واقع واحدش میشه کلوین. و اینکه بعدش باید شرایط مرزیمون رو به اون شیوهی که گفتم باید تغییر بدیم. اینترنال فیلد روی در واقع سلول داخلی دومینمون باید دمای 300 در نظر بگیریم و اینکه شرط مرزی ما از جنس فیکسد ولیو هستش. مقدارش هم گفتیم که روی مرز مووینگ وال باشه 350 به صورت یونیفرم همه جای اون مرز. و برای فیکسد والز که برای مرزهای چپ، راست و پایینه. که باید 300 باشه. شرط مرزی آخرم که به حکم فرم میفهمونه که مسئله ما دو بعدیه و در راستای زد دیگه معادلاتمون رو حل نمیکنه. این پس فایل تی بودش که اومدیم اینجا آبجکت پی رو به تی عوض کردیم و از جنس والاسکیلر فیلد واحد رو عوض کردیم به کلوین و مقدار اولیه رو توی نقاط سل داخلی به صورت 300 در نظر گرفتیم، 300 کلوین، و روی مرزهای مختلف به این شکل. این ادیتور میبندم حالا و اینجا پس ما فایل دما رو داریم. برمیگردم به پوشه کیس و اینکه حالا باید خاصیت فیزیکیمون رو اعمال کنیم که برای این کار من فایل ترانسپورت پراپرتیز رو باز میکنم که اینجا باید در واقع DT رو اینجا معرفی کنیم که واحدش همون متر دو بر ثانیه هستش که به این شکل میشه و مقدارش هم حالا من یه مقداری به عنوان مثال در نظر میگیریم. اینجا دیگه چیز خاصی نداشت و اینکه حالا میتونیم یه تست بکنیم ببینیم که آیا حلگر ما اینجا میتونه کارش انجام بده یا نه و اینکه چه کار اضافه دیگه باید انجام بدیم. من میام آیکو هیت فوم رو اجرا میکنم و اگه بیایم نگاه کنم میبینیم که نوشته reading field t که اومده فایل t رو خونده، فایل p رو خونده و فایل u رو خونده و بعد اومده فلاکس حساب کرده و لوپ زمانی رو شروع کرده و اینا تمام اون خطایی هستن که توی فایل
اگه create fields رو کنیم ما قبل هر کمیت اومدیم گفتیم که ما داریم اون در واقع اون فیلد رو میخونیم از روی کیس و اینکه یا توی فایل آیکو heatform.c بعد از اینکه وارد لوپ شدیم قبل از اینکه وارد لوپ بشیم اینجا نوشته starting time loop. بعد اومده زمانی که داره حل میکنه رو اولین تایم استپ رو نوشته و بعد اومده عدد کورانت حساب کرده و معادلات مختلف رو حل میکنه. داره مؤلفه x سرعت حل میکنه، مؤلفه y و همینطور معادله فشار که رزوجارش هم جلوتر نوشته که با چه رزوجالی حلش کرده و بعد رسیده به معادله دما که ما اینجا یه سری خطا رو میبینیم که اولین خطاش اینه که میگه کیورد div ft توی دیکشنری fvscheme.divschemes اینجا undefined، اینجا مشخص نشده که این باید چطور گسسته سازی بشه. در واقع فایل fvscheme جایی که ما اسکیم گسسته سازیمون رو مشخص میکنیم که در واقع به چه شکل باشه. بنابراین این ارور داره و همون اشاره میکنه و ما باید فایل fvscheme رو باز کنیم و اون قسمتی که اشاره کرده اون دیکشنری divschemes اونجا سری تغییرات اعمال کنیم. پس اگه به اینجا نگاه کنیم میبینیم که ما دیفالت رو مشخص نکردیم، بنابراین باید تمام ترمای دیورژانسی که توی معادلات ما داره حل میشه باید بگیم که به چه شیوهی باید گسستش کنیم. و همین ما این ارور داشتیم و اینجا میگیم که دیورژانس ترم کانوکشن ما باید به این شکلی که میگیم گسسته بشه. حالا ما میتونیم به اینجا بذاریم بنانا و به قول یکی از نویسندگان اوپن فرم نه و یه چیز که درست نیست یا مهم نیست رو اینجا میذاریم و کیس رو دوباره اجرا میکنیم و اینجا اوپن فرم به ما میگه که unknown convection scheme بنانا و حالا ما اینجا میتونیم آپشن هایی که اوپن فرم داره رو اینجا ببینیم که میگه دو تا آپشن داره که یکیش گوسه و یکی دیگه باوندد که ما حالا اینجا چون دقیقا نمیدونم فعلا میذارم روی گوس، نمیدونم باوندد چی دقیقا. دوباره فایل باز میکنم. گوس خودش چندین حالت مختلف داره برای گسسته سازی که اگه دوباره این رو اجرا کنم به من میگه این آپشنایی که دارم چیه که میگه 56 تا اسکیم مختلف گسسته سازی زیر مجموعه گوس داریم که آپشن مختلفی مثل کویک، لینیر و یا آپ ویندو داریم. برای مثال من میتونم آپ ویندو انتخاب کنم که این ترم رو به این شکل گسسته سازیش رو انجام بده. دوباره من برمیگردم به ترمینال و آیکو هیتفورم رو اجرا میکنم. هر مرحله اوپن فرم بهم داره میگه که من چه چیزی رو کم دارم و کجا باید تغییر کنم که اینجا میگه کیورد t is undefined در کدوم دیکشنری توی فایل fv solution توی دیکشنری solvers که اگه ما بیایم فایل fv solution که اونجا حلگرای جبر خطی رو مشخص میکنیم، اینجا در واقع گفتیم که معادله فشار باید با سالور PCG ماتریکسش باید حل بشه با این پری کاندیشنر و
تولرانس فلان و تولرانس نسبی فلان. ما میتونیم این رو کپی کنیم چون یه خاصیت اسکالره. حالا میتونیم اینجا بگیم که معادل دما، میتونیم همین رو نگه داریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. من دوباره به ترمینال میرم و میذارم تو بک‌گراند که یه اجرا میکنم. اینجا میگه که unknown asymmetric matrix solver که میگه یک ماتریکس حلگر ماتریکس غیر سیمتریک که PCGه. ظاهرا فهمیده که ماتریکس معادل دمایی که ما شکل دادیم یه ماتریکس غیر سیمتریکه، بنابراین دنبال حلگر چیزی که ما بود اونجا میگفتیم باید بهش یه حلگر غیر سیمتریک معرفی میکردیم که PCG جزو اونا نیست. چه چیزهایی جزو حلگرهای ماتریکس اسیمتریک هستن؟ این 4 تا که من میتونم حالا PBICG رو انتخاب کنم. دقیقا مطمئن نیستم ولی میتونم یک کدوم از این رو انتخاب کنم. PBICG دوباره حالا بیایم اجرا کنیم این رو. ببخشید. میبینیم که من یه لحظه پاز میکنم، گلوم خیلی گرفت. پس اوپن فورم با ما این 4 تا گزینه رو به عنوان پریکاندیشنر میده که میتونیم یک کدوم از اینا انتخاب کنیم که در واقع DIC جزوی که از اینا نبودش، جزو این 4 گزینه که اوپن فورم به ما پیشنهاد داده نیست. حالا من به عنوان مثال DILU رو انتخاب میکنم. فایلشو بستم. فایل سیو میکنم و حالا نمیبندمش. برم تو بک‌گراند و دوباره آیکو هیت فون رو اجرا میکنم و در نهایت اینجا دیگه مسئله ما رو حل کرد. اینه که معادله دما با همچین حلگری حل شده با همچین رزیدوالی. حالا اگه من بیام با پاراویو این کیس رو باز کنم، می‌بینیم که میتونیم حل معادله دما رو هم توزیع دما توی دومین رو داشته باشیم. برای زمان مختلف این شکل حل شده. ما میتونیم زمان مسئله رو بیشتر کنیم. مثلا end تایمش رو میتونیم بذاریم یه زمان مثلا 5. حالا اگه دوباره با پاراویو نگاه کنیم میتونیم تغییرات بیشتری رو مشاهده کنیم. پس به این شکل ما اومدیم یک کیس جدید برای حلگرمون ساختیم که بتونیم هم حلگر رو تست کنیم و هم که مسئله‌مون رو بتونیم حل کنیم. که در واقع اومدیم توی پوشه 0 اومدیم فایل تی رو برای معرفی کردیم که بتونیم شرط اولیه و شرط مرزی رو اونجا برای معادله دما معرفی کنیم
و بعد اومدیم توی پوشه کانستنت فایل ترانسپورت پراپرتیز اگه بیایم نگاه بندازیم، اومدیم خاصیت فیزیکیمون رو اینجا معرفی کردیم و بهش مقداردهی کردیم و اینکه اومدیم در نهایت با امتحان کردن آپشن مختلف و ران کردن حلگر و کمک از خود اوپن فرم فهمیدیم که چطور میتونیم حلگر جبر خطی ماتریس معادلات و همینطور آپشن های موجود برای گسسته سازی ترم های مختلف توی مسئله رو مشخص کنیم. فقط یه نکته که هست اینه که ما گسسته سازی ترم مشتق زمانی و لاپلاسیان رو نگفتیم و اوپن فرم اومد این کار رو انجام داد برای ما به این شکل که توی فایل FD اسکیم رو اگه بهش نگاه بندازیم میبینیم که برای ترم های مشتق زمانی ما به صورت دیفالت داریم با اسکیم اویلر داریم گسسته سازیش میکنیم. اگر بخوایم تغییرش کنیم اینجا باید برای مثال بگیم که DDT T و اینجا حالا بیایم اسکیم مختلفی که میخوایم اینجا داشته باشیم رو معرفی کنیم. و قسمت دیگه این که ترم لاپلاسیان که اینجا هم باز به صورت دیفالت اومده گوست لینیر ارتوگونال اومده ازش استفاده کرده که ما اگه بخوایم تغییرش بدیم باز هم اینجا میتونیم اگه اشتباه نکنم لاپلاسیان و اینجا تی و تی رو اینجا بهش هم بگیم همچین ترمی داریم و اینجا حالا بیایم بگیم گوس فلان فلان که بیایم اینجا یک اسکیم گسسته سازی متفاوتی از اون چیزی که دیفالت معرفی شده اینجا بهش بدیم. و اینکه بله اینجا اومدیم کیس رو به این شکل اومدیم به تغییراتمون روی کیس دیفالت آیکوفوم اعمال کردیم که بتونه معادله دما رو برای ما حل کنه. و اینکه در نهایت برای اینکه بخواید این پوش‌های زمانی رو پاک کنیم میتونید از دستور فرم لیست تایمز که میاد اول لیستشون میکنه چه پوش‌های زمانی ما داریم و اگه بخوایم پاکشون کنیم سویچ داش آر ام رو استفاده میکنیم که میاد برای ما پاکشون میکنه و اینجا به این شکل کیسمون تمیز میشه.